مستند تاریخی نادرشاه افشار، قسمت دوم، ملک ویران. من برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم، بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم. از سوانح بزرگ که در تاریخ ایران کهن تأثیری بزرگ بر جای گذاشت و مانند عبور کشتی‌های کوه پیکر که اقیانوسی را متلاطم می‌سازد سراسر کشور ما را دگرگون ساخت و ملت ایران را بار دیگر از گرداب امواج مهیب حوادث عبور داد و فتنه‌ها برپا کرد. ویرانی‌ها به وجود آورد و خونریزی‌های فجیع را سبب شد و سرانجام ملت ایران را از چنان هنگامه طاقت فرسای جانگداز آزاد و پیروزمند گرچه فرسوده و دردمند درآورد. همانا ظهور یک مرد دلاور شجاع و کشورگشا به نام نادرشاه بود. بعد از فرار طهماسپ مردم اصفهان یقین داشتند او با سربازان تازه نفس برای نجات آنها باز خواهد گشت. اما طهماسپ دوم کار چندانی از پیش نبرد. او با فرستادن پیام به رؤسای ایالات به جای برقراری سریع ارتباطات با نیروهای سلطنتی ولایتی وقت با ارزش را طلب کرد. طهماسپ سرانجام موفق به گردآوری جنگجویان بختیاری، گرجی، آذربایجانی، لور، شاهسبن، قاجار و نیز سربازانی از دیگر ولایات و طوایف ایران شد. اما برای نجات اصفهان بسیار دیر شده بود. در بهار سال 1722 میلادی جنگجویان لرستان و قزوین تلاش کرده بودند محاصره اصفهان را بشکنند، اما محمود آنها را عقب رانده بود. تلاش دیگر برای نجات اصفهان 1 ماه پس از آن صورت گرفت، زمانی که 8000 جنگجوی بختیاری از غرب ایران با محموله بزرگ تدارکات از راه رسیدند، اما فقط 4000 افغان موفق شدند آنها را شکست دهند. این آخرین تلاش جدی برای نجات پایتخت بود. نیروی دیگر به رهبری ملک محمود سیستانی دمدمی مزاج در اواخر تابستان از راه رسید، اما محمود او را ترغیب کرد که بدون درگیری صحنه را ترک کند. به سیستانی گفته شد اصفهان در حال سقوط است و او در صورت حمایت از محمود فرمانروای خراسان خواهد شد. اصفهان محکوم به فنا بود. ساکنان شهر نهایت تلاش خود را کردند. در یک حمله تا 300 تن از سربازان و صاحب منصبان افغان کشته شدند، هرچند که این تلاش ها چندان تغییری در اوضاع به وجود نیاورد. حکومت صفویان پایانی حقارتبار داشت. اوایل پاییز سال 1723 میلادی شاه سلطان حسین به اردوگاه محمود در فره‌آباد رفت و خود را تسلیم کرد. شاه در یک اقدام حقارتبار جقه سمبل پادشاهی ایران را از دستار خود برداشت و روی دستار محمود بست. قوای 3000 نفری افغان به سرکردگی امان الله خان برای ترخیص رسمی نگهبانان ایرانی به اصفهان تاخت. محمود بر تخت صفویان نشست و کاخ سلطنتی را تصرف. سپاهیان افغان به مدت 3 روز شهر را غارت کردند. محمود افغان به شاه صفوی اجازه داد زنده بماند. او به همراه چند زن و غلامش در یکی از اتاقهای فره‌آباد زندانی بود. با این حال تقدیر
سرنوشت تختری را برای شاه سلطان حسین رقم زده بود. محمود وقتی خبر فرار طهماسب میرزا را دریافت کرد به شدت خشمگین شد. او دستور داد که برای جلوگیری از فرار شاهزادگان و شورش احتمالیشان بعد از فرار همه فرزندان شاه سلطان حسین را بکشند. سربازان افغان به شاهزادگان، زنان، وزرا و بزرگان دولت صفوی حمله کرده و همه را از دم تیغ گذراندند. بعد از آن همه را پهلوی هم خوابانده و در منطقه چهارحوض به صورت دست جمعی دفن کردند. روایت است که شاه سلطان حسین خود به میدان نقش جهان رفت تا فرزندانش را نجات دهد. گویا یکی از کودکانش از ترس به او پناه آورده و پشت او پنهان شده بود. با این حال محمود به سربازانش دستور داد که کشتار را ادامه دهند. یک سرباز به سمت شاه صفوی رفته و بعد از آن که دست شاه را با خنجرش زخمی می کند کودک را از شاه جدا کرده و جانش را می گیرد. شاه صفوی مرگ همه خانواده اش را دید. با این حال قادر به انجام کاری نبود. او در اتاقکی با یکی از همسران و یک غلامش زندانی شد و صبح و شب به دعا و استغفار پرداخت. در پاییز سال 1723 میلادی پس از سقوط اصفهان و خلع شاه سلطان حسین، طهماسب میرزا در قزوین با نام شاه طهماسب دوم تاج بر سر نهاد. حمله روسیه به قفقاز و شمال ایران. پتر کبیر برای گسترش روسیه از شرق و جنوب افکار دور و درازی در سر داشت. نقشه پتر داشتن یک راه امن تجاری بین روسیه و ایران از طریق دریای قزر بود. برای تحقق این امر چیرگی نظامی امری الزامی به نظر می رسید. محور برنامه‌های او اشغال ایران تا دوردست‌ها از جمله تا خلیج فارس بود. البته غلبه بر ایران به معنای سلطه بر ابریشم ایران به ویژه در گیلان نیز بود که روس‌ها از قدیم به آن توجه داشتند. در سال 1717 میلادی ارتمی پتروویچ ولینسکی سیاستمدار و دیپلمات روس وارد اصفهان شد. ولینسکی به طور رسمی امتیازهای تجاری بسیار مطلوبی از شاه سلطان حسین گرفت. به ویژه وقتی شاه با شورش‌های خطرناکی در قلمرو به خود مواجه شد. او همچنین اطلاعاتی درباره امور دولت ایران و مسیرهای ورودی به هند به دست آورد. وقتی ولینسکی به روسیه بازگشت گزارشی مفصل از وخامت اوضاع ایران تهیه کرد. پتر به یقین خوشحال شد، اما هنوز درگیر جنگ در اروپا بود، به ویژه جنگ با سوئد. ولینسکی به حکومت آستراخان گمارده شد تا از نزدیک اوضاع ایران را در جنوب زیر نظر داشته باشد و اطلاعاتی درباره اوضاع ارتباطات نظامی ایران در قفقاز و ولایات شمالی آن و نیز دریای خزر به دست آورد. سرکردگان نظامی و دریایی روسیه به سرعت و با جدیت دست به کار آماده کردن نقشه‌ها و ارزیابی‌های لازم برای حمله آتی به ایران شدند. پتر متحدان حاضر و آماده‌ای در قفقاز ایران یافت. مخصوصاً واختانگ، شاه گرجستان